سلام علیکم همجوران عزیز. با در اساسی خواهشی подписчиков من تجربه پیوندی 30% رو نشون میدم. 30% چیست؟ 30% این که سیاه این قلمچه سال گذشته است. ما ماه فوریه بریده در خالدینیک موندگی بودیم، در مرزیلنیک نه، در جایی سبزوات نگاه می‌داشتیم، در سلافان سخت پیچونده موندگی بودیم. و من حاضر از خالدینیک گرفتیم، حاضر ندینه گرفته یک شبانه روز در درون آب پرتوفتیم، همه پر را غرق کردگی بودیم، خوب بود. و ما امروز گرفتیم، امروز 22 اپریل سال 2022 و ما این رو حاضر پیوند میکنیم در همین تنه همین نوده. برای این با ما چی در کار؟ با ما قایچی در کار، قایچی، کورچه تیز، استرچ پلونکا، خودی نوده پیوند و درخت انگوری که در آن پیوند میکنیم. پیش از آن که پیوند کنیم چیکار میکنیم؟ ما اول قسم پایان رو اسفیژید میکنیم. قسم پایان رو یک مرتبه میبریم و شما تماشا کنید. نغز تماشا کنید که سبز است، دیدید؟ یعنی که در خالدینیک نغز خوب رفته است و این سبز شما شده است و همین سبز است، دیدید؟ یعنی که این زنده است و ما این رو میگیریم و کنوس ابرز میبریم. کنوس ابرز میبریم. همه کنوس ابرز نه. دیده چه سبز است؟ یعنی که نوده ما زنده است. با یک شبانه روز در آب ایستاد و پوری آب شد. نغز اهمیتی چه خیلی من بریدم، چه خیلی کنوس کردم. یگان جاش همقدر راست بریدم که اوتیک کردگی باری منه. بینید یگان جاش پست و بلند نیست، یگان طرفش هوار، هم خیلی دو طرف هوار آمدگی برای که در درون پیوند نغز خوب رود. بعد میگیریم، من از برایش هم قدر میبریم، یگان یک نیم سانتیمتر مونده اونجا پیوند میکنیم. حاضرش گرفته میمونیم. گرفته موندم من. اگر در درون آب مونیم نغزو خیلی دو سه دقیقه ضرر هم نمیکند و انا همجا میبریم. یکم بوغم نه، دویم بوغم آخرش با بریدیم. این درخت شاهانه است. با شاهانه رو بریده در جایش دیگر پیوند میکنیم. بعد انا آب چکید، بینید؟ سهر قطعی پیوند سهر قطعی و بیگانی کنید نخودتر است در وقت آب دواندن. بعد میچکنیم. من همجا تمام انگور پهم میبید، خیلی کلوله نمیبید، کروگلی نمیبید، خیلی سلکک یک طرفش پهمتر میشد، به همون پهمیش میبریم. بریدیم پیوندمون رو جایگیر میکنیم. یک طرفش رو پوست به پوست برابر میکنیم تا جای بریدگیمون جایگیر کردیم. قسم بلوگیش را من پوست به پوست برابر کردم. همین دستی من ایندیکاتور است، یعنی که چیزی که من حس میکند پوست به پوست برابر شدنش یا نه. انا این طرف برابر نشد، هیچ بکی نه. اگر این غوص میشد برابر میشد ایدئال میشد. و بعد با استرچ پلونکا این رو از میتوانیم سر میکنیم از قسم پایونی نتشکه داده، یعنی کشیش داده کمی. این رو هم خیلی میتوانیم بینید. من تابونده آمده بالا، قسم بالا رو محکم کردم که آب نگذارد. با پایان میروم. پایانم آبش نمیچکد چون که این استرچ پلونکا خاصیت جوز شدن رو دارد، جوز میشد. شما میتونید پلونکای سلفونی پرستوی رو استفاده برید
و باز بالا میبیویم و قسم بالا رو هم نغز میپیچونیم که آب نگذرد. حرکت میکنیم که آب از اینجا بیاید، یعنی که درون همین قطع آب بیاید. انا آمده است آب آمده است البته. یعنی که آب درخت پربیوت کرد گذشت. الان ما به شما نشون میدیم چقدر آب گذشت. بس نزدیکتر بیار نه آب چک شده است. الان آب میچکد، من آب بسیار شد. نزدیکتر بیار آب دیسودی. من الان آب بسیار شد. الان آب همینجا مسود است. الان چک دیدید؟ الان رفت. آب از همینجا. من نشون میدم شما با. الان نوک که من تر شد. یعنی که همین آب که گذشت البته بغوم ما رو زنده میکند. فهموندم. آسونک یک بار دیگه تکرار میکنم. قلمچه رو ماه فوریه وقتی که ابریزه کردید انگورتون قلمچه در کاری رو گرفته در یخدان میمونید، در سلافان پیچونده در جای سبزوات‌هایش، و وقتی که هوا گرم شد و نهاده شما قبض شد، شما بی‌ملال میتونید ان همین پیمان رو کرده گذرونید. انا اکه غلام فهموندم می سلامت باشید اکه.